ما عزیز خوش آمدید. ما دیگه بسیار خوشحال هستم، امروز خرسند هستم که در پالی ما شکر جان که بچه کاکا را حیثیتش بر من داره و امروز از چنگ اختطافچی ها در اثر فعالیت نیروهای امنیت ملی نجات داده شدن و آمدن و این زنجیرها و چیزایی که شما میبینید ظالما این کار کردن و بسیار در مدتی قصه کرده حالت را که تیر کرده واقعا تاثیربار است و امیدوار به این هستیم که در آینده نزدیک به خیر عبدالرحمن جان مثل شکر جان حاجی صاحب همینطور در آغوش خانواده بر بگرده و شما میدانید که از امون روزهای اول ما در تلاششان بودیم، در تلاش هستیم، انشالله تلاش میکنیم که تا هر چیز زودتر به خیر او قضیه هم خاتمه پیدا بکنه و به خیر عبدالرحمن جان صحیح و سلامت به خانواده بیاید و ما تشکر میکنیم از شما قوما، از حوصله‌مندیتان و از بردباریتان. این حاجی صاحب شکر جان دیگر به شما تسلیم که برای مادرش هم زیاد انتظارش داره و خانوادهش هم انتظارش داره و از شما خانه تان آباد که به این مناسبت تشکر. سلامت باشید، بخیر باشید.